سلام به فلایران، خوش اومدید. تو این ویدیو رازهایی از سفر هوایی رو بهتون میگیم که شرکت‌های هواپیمایی دوست ندارن هیچ وقت از اونها با خبر بشید. وقتی روی صندلی هواپیما نشستید و هواپیما شروع به حرکت میکنه، ممکنه متوجه چراغ‌های توی کابین که کم نور میشن شده باشید. این صحنه آرامش بخش به نظر میرسه، مخصوصاً تو پروازهای شبانه. اما این کار فقط برای ایجاد فضای دلپذیر نیست. در واقع کم کردن نور چراغ‌ها یک اقدام ایمنی جدی و کاملا حساب شده است. در هنگام برخاستن یا فرود هواپیما که از خطرناکترین بخش‌های پروازن، اگه اتفاقی بیفته چشم‌ها باید سریع با نور بیرون سازگار بشن. فرقی نمی‌کنه شب باشه یا روز. کم کردن نور داخل کابین باعث میشه چشم‌ها راحت‌تر با نور بیرون هماهنگ بشن. این کار باعث میشه بهتر ببینید، سریعتر حرکت کنید و احتمال نجاتتون بیشتر میشه. اقدامی ساده اما حیاتی که شاید حتی متوجهش نشید. تا حالا فکر کردید چرا قبل از فرود خدمه پرواز اینقدر روی بستن میز تاشو جلوتون تاکید میکنن؟ این کار فقط برای نظم و ترتیب نیست. وقتی میز بسته باشه، مسیر جلوی شما باز میمونه و در صورت نیاز به تخلیه اضطراری میتونید سریعتر و بدون مانع به سمت خروجی حرکت کنید. بالا بودن پرده پنجره ها موقع فرود هم دقیقاً به دلایل ایمنی انجام میشه، نه برای لذت بردن از منظره. این کار کمک میکنه شما و خدمه دید خوبی به بیرون داشته باشید. اگه مشکلی بیرون هواپیما باشه یا نیاز به خروج اضطراری پیش بیاد، میتونید سریعتر تصمیم بگیرید که کدوم سمت امن‌تره. همه ما اعلان گوشی خودتون رو روی حالت پرواز بگذارید رو 1000 بار شنیدیم. واقعیت اینه که خیلی‌ها جدیش نمیگیرن، چون تصور میکنن موبایل نمیتونه باعث سقوط هواپیما بشه. درست هم است. اما گوشی‌ها میتونن در سیگنال‌های ارتباطی خلبان‌ها اختلال ایجاد کنن. مخصوصاً وقتی 10 یا 100 گوشی همزمان دنبال آنتن میگردن. این کار باعث نویز و پارازیت در هدفون خلبان میشه. خطرناک نیست، ولی در لحظات حساس حتی همین مقدار هم میتونه دردسر درست کنه. پس حتما گوشی خودتون رو روی حالت پرواز بذارید. اگه تا اینجا همراهمون هستید، از پایین همین ویدیو عضو کانالمون بشید. زنگوله کنارش هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشید. اگه تا حالا از پنجره هواپیما به بیرون نگاه کرده باشید، حتما اون سوراخ کوچیکی که پایین شیشه هست توجهتون رو جلب کرده. باید بدونید که اون سوراخ یه ایراد یا خرابی نیست. اسمش سوراخ تخلیه فشاره. این سوراخ کمک میکنه فشار بین داخل کابین و لایه‌های شیشه پنجره تنظیم بشه و همچنین جلوی بخار گرفتن شیشه رو میگیره. این سوراخ یکی از اون جزئیات ظریف اما حیاتیه که بدون اینکه متوجه بشید برای حفظ ایمنی شما طراحی شده. تا حالا به هوای خنک و تمیزی که داخل هواپیما حس میشه فکر کردید؟ ممکنه تازه به نظر بیاد، اما واقعیت چیز دیگه ایه. هوایی که نفس میکشید ترکیبی از مقدار کمی هوای تازه که از بیرون وارد میشه و مقدار زیادی هوای بازیافتی داخل کابینه. یعنی همون هوایی که قبلا صدها مسافر اون رو نفس کشیدن، سرفه یا عطسه کردن. شرکت‌های هواپیمایی این هوای بازیافتی رو از فیلترهای بسیار پیشرفته عبور میدن که میتونن تا 99.9% از باکتری‌ها و ویروس‌های موجود در هوا رو جذب کنن و این واقعاً کمک زیادی میکنه. اما واقعیت اینه که شما هنوز هم در حال تنفس هوایی هستید که دیگران قبلاً بازدم کردن. بنابراین هرچند هوای داخل هواپیما فیلتر میشه، اما هنوز هم از پاک بودن فاصله داره. دفعه بعد که پرواز میکنید، اون نسیم به ظاهر تازه رو همونطور که واقعا هست در نظر بگیرید و شاید بهتر باشه ماسک و چند دستمال ضد عفونی کننده همراه خودتون داشته باشید، چون تنفس هوای بازیافتی در ارتفاع 35,000 پایی به اون بی خطری که به نظر میرسه نیست. حتما تا حالا در نمایش‌های ایمنی قبل از پرواز ماسک‌های اکسیژن رو دیدید. ماسک رو بکشید، روی بینی و دهانتون بذارید و عادی نفس بکشید. ساده به نظر میرسه، نه؟ اما چیزی که معمولاً به روشنی گفته نمیشه اینه که این ماسک ها فقط بین 12 تا 15 دقیقه اکسیژن دارن. تو نگاه اول شاید نگران کننده باشه، ولی براش دلیل منطقی وجود داره.
اگه فشار هوای داخل کابین ناگهان کم بشه، اولین کار خلبان اینه که خیلی سریع هواپیما رو تا ارتفاعی پایین بیاره که نفس کشیدن تو اون ممکن باشه. این کاهش ارتفاع اضطراری معمولاً فقط چند دقیقه طول میکشه. هدف این ماسک ها این نیست که شما رو برای ساعت ها در آرامش نگه دارن، بلکه فقط طراحی شدن تا در اون چند دقیقه حساس که هواپیما در حال پایین اومدن شما رو هوشیار نگه دارن. وقتی میگیم لحظات حساس، منظورمون دقیقاً همون چند ثانیه‌ایه که میتونه مرز بین هوشیاری و بیهوشی باشه. اگه فشار هوای کابین ناگهان کم بشه، فقط چند ثانیه فرصت دارید. گاهی فقط 15 تا 30 ثانیه تا ماسک رو روی صورتتون بذارید. اگه این کار رو به موقع انجام ندید، به خاطر کمبود اکسیژن، مغز و بدن خیلی سریع از کار میافتن. پس اگه روزی چنین اتفاقی افتاد، وقت رو برای نگاه کردن به اطراف یا برداشتن تلفن همراه تلف نکنید. فقط دستتون رو بالا ببرید، ماسک رو پایین بکشید، روی دهان و بینیتون بذارید و شروع به نفس کشیدن کنید. چون اگه حتی چند ثانیه دیر بجنبید، ممکنه بیهوش بشید. نکته‌ای که اغلب مسافران نمیدونن اینه که خلبانا اجازه دارن و حتی گاهی توصیه میشه در طول پرواز بخوابن. به این کار استراحت کنترل شده میگن. فرایندی دقیق و برنامه ریزی شده که برای افزایش ایمنی انجام میشه، نه ایجاد خطر. در پروازهای خیلی طولانی که بیشتر از 12 ساعت طول میکشن، خستگی یکی از جدیترین خطرها برای خلبانانه. اونا از چند منطقه زمانی عبور میکنن، شبها کار میکنن و برنامه‌های فشرده‌ای دارن که فشار زیادی بهشون وارد میکنه. استراحت کنترل شده دقیقاً برای مقابله با همین خستگی طراحی شده. روش کار به این صورته که وقتی هواپیما در ارتفاع ثابت و در حالت خلبان خودکار پرواز میکنه، یکی از خلبانا میتونه یه چرت کوتاه بزنه، معمولاً بین 20 تا 40 دقیقه، در حالی که خلبان دیگه کاملاً بیدار باقی میمونه و اوضاع رو تحت نظر داره. برنامه ریزی برای تغییر شیفت ها دقیقه و تو پروازهای بسیار طولانی، مثلا بیشتر از 16 ساعت، شرکت های هواپیمایی خلبان های اضافی هم به همراه دارن تا همیشه 2 نفر هوشیار در کابین فرماندهی حضور داشته باشن. توالت هواپیما فضاییه که فقط ظاهرش خصوصیه. توی پرواز شلوغ شاید توالت کوچیک هواپیما تنها جایی باشه که احساس میکنید تو اون کمی حریم خصوصی دارید. اما واقعیت اینه که این حس بیشتر یه توهمه تا یه فضای واقعا امن و خصوصی. تمام درهای سرویس بهداشتی در هواپیما از بیرون قابل باز شدن هستن. یه ضامن مخفی وجود داره که درست پشت نوشته سرویس بهداشتی قرار داره. در شرایط اضطراری یا وقتی مسافری پاسخ نمیده یا بیش از حد معمول داخل مونده، خدمه پرواز میتونن در عرض چند ثانیه با استفاده از اون در رو باز کنن. باز کردن این قفل پنهان هم بسیار ساده است. کافیه نوشته سرویس بهداشتی رو کمی بالا بزنن و زبانه کوچیکی رو که زیر اون پنهان شده به یه طرف بچرخونن. به همین سادگی در باز میشه. البته مهمانداران فقط در مواقع ضروری از این امکان استفاده میکنن، نه صرفاً به خاطر اینکه شما کمی بیشتر جلوی آینه ایستادید. این کار تنها برای حفظ ایمنی و در شرایط خاص انجام میشه. دفعه بعد که وسط پرواز تو اون فضای کوچیک احساس آرامش کردید، یادتون باشه همیشه کسی هست که بتونه در رو باز کنه.